تیار کردیم شاورما با لوازم لواش، مورکفچه، مایونز چیلی، پومیدور، زلень، کапوستا و مرغ. لواش رو میکشویم، با بالایش زелень майонез رو میمالیم. بعد وای مرغ میچینیم. بعد وای کапуста. بعد از آن باز مایونز، زелень. بعد از آن بادرنگ رو میچینیم. بعد آن با بالایش پومیدور میگذاریم. بعد وای باز مایونز، زелень میکنیم کمترک. بعد از آن مورکفچه رو میچینیم برایش. لواش ما تیار شد، اون رو تاب میدیم. شاورما. اما شاورمای ما تیار شد، با اسکواراتکا میمونیم میزربونیم. شاورما رو از دو طرفش میزربونیم تا سرخ شدن، بعد تیار است.